چای خورم. چی؟ چای خور. چای میخوری؟ خانم این کدوم چاییه؟ خوبه، از این به بعد از همین میخرم. من برم دستشویی یه چای بخورم. تو دستشویی؟ نه قبلش یه چای میخورم. این چای سرد شده بود، یه چای دیگه بهم بدید. ما چای خوره اصلا لیوان رو قبول نداریم. چای حتما باید تو استکان کوچیک باشه. خب این چیه؟ چی؟ لیوانه. چای؟ این لیوان. خب چی؟ چای؟ لیوان. استکان. افتاد تو. نه پسرم این فلسفه داره. پیشینی هم میگن یه قندو باید بندازی توش، یه قندم بخوریش. میدونی بعد چای چی میچسبه پسرم؟ سیگار؟ ببخشید. سیگار میکشی؟ نه. بو میاد. بو سیگاره؟ ولی چای بعد از چیز یه چیز دیگه است. بعد چی؟ چی؟ چایی که بعد چای ساز درست شده باشه چایی نیست. چای فقط سماور. نریم خونه مامانم اینا یه چایی بخوریم؟ خونه بابات هم میتونیم بریم یه چایی بخوریم. این چای معطره رو ریختید توش؟ کجا میری؟ میخوام برم پارک با آقا احمدی چایی بخورم. چی شده؟ یادم رفت چایی بخورم. چی شده؟ یه چایی بده. تو که خواب بودی. خواب چایی دیدم. یه چایی بده. پسرم میرم دوش میگیرم، یه چایی واسم بیار. تو همون؟ آره دیگه.